شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه نماید. سلام و درود استادان. خالق مولدین هستم، دانشجوی کورس سوم فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان. تشکر. سوال نخستین، کتاب گرادوت چی نام دارد و مندرجه است چگونه است؟ کتاب پدر تاریخ گرادوت یعنی اثار نام داشته، بازبان تاجیکی تاریخ نام داشته، از 9 جلد عبارت می باشد و با یعنی زبان روسی برگردان کرده شده است. دویر با دولت طاهریان معلومات دهید. دولت طاهریان یکی از اولین دولت سلاله های محلی بوده. سال 821 در خراسان از جانب طاهر ابن حسین یعنی تأسیس کرده شده است. اساسگذار دولت طاهریان طاهر ابن حسین می باشد. پایتخت طاهریان تا سال 822 یعنی شهر مر بوده. در زمان یعنی طلحه به نیشاپور یعنی میکوچد و دولت از سال 821 تا سال 873 اردی وجود کرده است. دولت اساسگذار دولت طاهر ابن حسین بوده. سال کرونیش 821 823 میباشد. طاهر ابن حسین یعنی در سال 813 بغداد را ضبط کرده یعنی به خلیفه مامون یاردن میدهد و او را به سر تخت میآورد. اول سرور دیوان خیراج و والی مصر الجزیره تعیین میشود. با این یعنی کامیابی هایش خلیفه مامون طاهر را سال 821 والی خراسان تعیین میکند و سال 822 طاهر ابن حسین با فرمان خلیفه به قتل میرسد و در زمان مرگش چنین جمله تکرار کرده بود که در وقت مرگ مردی بباید. بعداً طاهر سال 822 28 طلحه، بعد طلحه عبدالله ابن طاهر 828 844 حکمرانی میکند. بسیارتر در زمان عبدالله ابن طاهر که نماینده مشهوری یعنی زمان طاهریان بود، بسیارتر کارهای آبادانی تشکیل کرده می شود، جویبارها ساخته می شود. حتی در وصف یعنی وقتی که آنها جویبار میکنن کتاب القنی گفتن یک کتاب یعنی در همون وقت تالیف کرده می شود و در زمان او در شهر مرو برای کودکان یتیم مکتب ها تشکیل کرده می شود که آنها به پول خوانند و بعدتر سال 834 35 ولایت سیستان خوش سالم آید. دولت طاهریان اساسا سبب‌های برهمخوری دولت طاهریان این بود که در تبریستان شورش علویان و در سیستان شورش عیاران سر زده بود و آخرین نماینده دولت طاهریان که محمد ابن طاهر نام داشته باعث اشارت بسیار داده می شود به کارهای دولتی آنقدر مشغول نمی شود. سال 873 اساسگذار دولت صفاریان یعقوب بن لیث صفاری پایتخت دولت طاهریان شهر نیشاپور را ضبط می کند و آخرین نماینده دولت طاهریان محمد ابن طاهر را به اهل اولادش یعنی اسیر می گیرد و بعدتر آنها را یعنی که عمرو ابن یعقوب بن لیث سال 876 بردید خلیفه مستسلم لشکر کشیده بود. در همونجا وقتی که در موضع دورعکه شکست میخورد لشکر خلیفه یعنی محمد ابن طاهر در اینجا آزاد میشود و بسیارتر دولت طاهریان یکی از اولین دولت های محلی بود که در زمان طاهریان بغیر از زبان عربی زبان فارسی تاجیکی در بعض منطقه ها یعنی رواج یافته بود و حتی در زمان طاهریان دو کتاب مذهبی دین زردشتی دینکرد و بندهشت را یعنی آفریدند. آفرین. برای چی اوستا نخست قاموس جهانی مینامند؟ برای آنکه اوستا یکی از اولین کتاب ها در جهان می باشد. اوستا از 1200 باب عبارت می باشد، از 21 نسک یعنی کتاب عبارت بوده. برای آنکه اولین قاموسنامه جهان می گویند که اوستا یکی از اولین کتاب های اولین بوده درباره تمام نمودی یعنی معلومات میدهد و خصوصا کتاب جغرافی، بیولوژی، تاریخی، ادبی، فولکلوری، جغرافی بوده. در عصرهای 10 و 12 یعنی تالیف شده است و بعد
بر بعض عقیده ها در اطراف 10 نوع تعلیم شده اساسا از 5 باب تا زمان ما آمده رسیده است و بنابر یعنی گرپی میگه که کتاب اوستا از 2 میلیون بیت عبارت می باشد و او در 2 نسخه بود یک در ایسر میساد و یک در ایسر یک در معبد آتشکده میساد خصوصا کتاب اوستا یعنی یسنای اشتا وندیداد خورد اوستا و ویسپرت تا به ما آمده رسیده است اساسا آمده رسیده است بعدا هنگام لشکرکشی های خود اسکندر مقدونی یعنی به آسیای میانه که در سال 329 به آسیای میانه بود کتاب اوستا را یک نسخهش را میسوزاند و یک نسخه دیگرش را به یونان میفرستاند و با عالم مشهور یونانی فیوپامب یعنی فرمان میدهد که باید تو کتاب اوستا را به زبان یونانی ترجمه کنی و در عصر 4 پیش از میلاد اوستا در یونان با زبان یونانی ترجمه کرده می شود. نخستین یعنی سرچشمه پهلوی که از یعنی باره سازاندن اسکندر مقدونی اوستا معلومات میدهد این شهرستان های ایران می باشد که چطور اسکندر مقدونی همین کتاب اوستا را سازانده است معلومات میدهد. تشکر. اوید دولتداری تیموریان معلوماتی اساسگذاری دولت تیموریان تیمور به حساب می رود. تیمور سال 1336 در خواجه الغار 13 کیلومتر دور از شهر سبز به دنیا آمده. در عائله بیک برلاس پدرش ترغین می باشد. خصوصا وقتی که خان مغولستان طغرل تیمور سال 1360 اول به ماورنهر خراسان به ماورنهر لشکر کشید و به سوی سمرقند یعنی کش لشکر کشید. همون وقت حاکمی کش حاجی برلاس بود که او به طرف خراسان گریخت و امیر تیمور باشد به طرف خراسان نرفته با هیئت یعنی با لشکری طغرل تیمور پیوست شد و طغرل تیمور به وی لقب تومنباشی یعنی افسر که 10,000 سرباز را سروری می نماید و خصوصا کار تیمور سر شد او با امیر بلخ حسین خاندار سازشنامه بسته دوست شده خواهر او الجای ترکان خانم را به همسری خود میگیرد و بعدا تیمور سال 1362 در سیستان از پای دست راستش یردار شده در کش در پیش خانوادهش پنهان می شود. بعدتر سال 1364 امیر تیمور و حسین ماورنهر را از زیر تصرف الیاس خوجه یعنی بیرون تصرف میکنن و جنگ الهی که سال 1365 در چینا در تاجکند شده بود در ساحل دریای چیرچیق در این وقت پسر طغرل تیمور الیاس خوجه به مقابل امیر حسین و تیمور مبارزه میبرند. در همون وقت باران شدید بارید و همه جا لای شد. برای همین جنگی لای میگویند. در این جنگ یعنی طرف چپ لشکر را که حسین راهبری میکرد و طرف راست لشکر را که امیر تیمور راهبری میکرد در طرف راست لشکر که تیمور راهبری میکرد با غلبه نایل شده ایستاده بود ولی اما طرف چپ که امیر حسین راهبری میکرد لشکر شکست خورد و با همین آنها شکست خورده شهریتاز و بلخ را به سمرقند را به تویب گذاشته به شهریته و بلخ گریختند. سپس سال 1366 بهار سال 1366 امیر تیمور حسین وقتی که میبینند که در اینجا سربازان سمرقند که سال 1365 جنبش سربازان سمرقند شده گذشته آنها سمرقند را از الیاس خوجه میگیرند. اینها با بهانه گرفتن شهر با توفهای زیاد میآیند و سرکرده سربازان سمرقند را بغیر از مولانزاده که خودی او را امیر تیمور حمایه میکرده دیگر همه لشکریان سربازان سمرقند را به قتل رسانیدند و آنها شهر سمرقند را گرفتند و خصوصا سال 1370 در قلعه هندوان بلخ که امیر تیمور حسین را به قتل رسانید پر حاکمیت ماورنهر را به دست خود گرفت و خود را امیر اعلان نکرد. او تیرقادمیش را که سال 1380-1386 یعنی در دولت تیموریان حکمرانی میکرد او را امیر ماند و کارهای یعنی غزوات خود را در زیر سر او عملی نمود و بعدتر امیر تیمور با هجوم‌های 3 ساله، 5 ساله و 7 ساله خود مشهور است و دولت تیموریان را امیر تیمور در سال 1370 اساس گذاشت و
تیموریان دو پایتخت داشتند. پایتخت ماورنهر سمرقند و پایتخت خراسان هرات بود. در ماورنهر خودی امیر تیمور یعنی حکمرانی می‌نمود. بعدتر حکمرانی می‌نمود، خصوصا در سال 1370 1386 در دوام 19 سال یعنی اهالی سمرقند 9 مرتبه بر ضد امیر تیمور شورش برداشتند و امیر تیمور هر بار هم باشد شورش آنها را پخش میکرد. بعد که امیر تیمور به طریق قدرت آمد، یکمین کاری که او کرد سال 1372 به خارد لشکر کشید و خارد را تابع خود نمود. اما خارد را سال 1388 پورا تابع نمود و فرمان داد که خارد را یعنی کشت کرده به جای جو کشتن. از اون سببی که ارگنج را فرمان داد که یعنی ویران کرده شودگاه نمایند و جو کشتن. از اون سببی که ارگنج شهر تجارتی در سرای تجارتی بود، او را سال 1391 دوباره فرمان داد که برقرار نمایند. بعدتر امیر تیمور سالهای 1376 بر سال 1381 دولت کردهای هرات را که آخرین نمایندهش غیاثالدین پیرعلی یعنی پسر موزین غوری از اولاد غوریان به حساب می رود، او را در هرات اسیر گرفته به شهر سمرقند روان میکند و در شهر سمرقند با اهل اولوادهش غیاثالدین پیرعلی را تماما به قتل میرساند. بعدا سال 1383 امیر تیمور به سبزوار خراسان لشکر میکشد و آخرین شاه سربداران خراسان خواجه علی مؤید بود که سال 1383 امیر تیمور سبزوار را یعنی شهر سبزوار را گرفته 4000 نفر مردم را در شهر سبزوار خراسان زنده و زنده یعنی لای دیوار میکند. بعدتر سال 1386 رای اصفهان را میگیرد و در سال 1398 به هندوستان لشکر کشیده در ساحل دریای پتلیپوترا 100,000 نفر را در یک روز به قتل میرساند و بعدتر سال 1400 شهر سیواس ترکیه را 5000 نفر را در آنجا به قتل میرساند و 9000 نفر دختران نابالغ را اسیر میگیرد. بعدتر سال 1401 بغداد را ضبط کرده از 90,000 آدم را به قتل میرساند و 120 عدد کلمنان را میسازد. در روز عیدی قربان بود. بعدتر امیر تیمور سال 1402 در پایتخت ترکیه ترکیه عثمانی شهر انقره با یعنی شاه ترکیه عثمانی 1389 1402 می باشد مبارزه میبرد. مبارزه برده لشکر ترکیه عثمانی را شکست میدهد و بعدتر امیر تیمور یلدریم بایزید را اسیر میگیرد و یلدریم بایزید باشد از شرم خودش سال 1403 در آقشهر وفات میکند. در باره فتوحات تیمور یعنی تاریخ نگاری زمان تیموریان اساساً دولت تیموریان از سال 1370 یعنی عرض وجود تا سال 1507 بود. آخرین نمایندهش در خراسان سلطان حسین بایقرا می باشد و سال 1501 یعنی پایتخت دولت تیموریان سمرقند از جانب محمد شیبانی خان اولی مرتبه سال 1500 به جنگ، دوم مرتبه سال 1501 ضبط کرده می شد. پایتخت دومش باشد سال 1507 از طرف محمد شیبانی خان ضبط کرده می شد و سال 1507 مردم هرات در مسجد شیخ الاسلام جمع بیایند و تسلیم می شوند. 27 می سال 1500 باشد خطبه به نام امیر یعنی محمد شیبانی خان زده می شود. با من شکل‌های زمینداری دولت سامانیان را نامبر کنید و یکی اشو شرده. اساساً گریم دولت سامانیان یکی از دولت‌های فئودالی در آسیای میانه بوده. اساساً در زمان سامانیان 4 شکل زمینداری وجود داشت: زمین‌های دولتی، زمین‌های فئودالی، زمین‌های ملکی و زمین‌های وقف بود. اساساً گریم زمین‌های دولتی خیلی زیاد بودند و آنها در اختیار کشاورزان قرار داشتند و بعدتر زمین‌های دولتی و زمین‌های ملکی اینها اساساً به اختیار فئودالان کلان
ثروتمندان بعد اولاد سامانیان سرکردگان لشکرها قرار داشتند. اساسا ما اگر زمین وقف را گیریم آنها در اختیار روحانیان قرار داشتند. اگر از جهت یعنی روحانیان اولی مرتبه قرار داشتند، اگر از جهت شریعت اسلام گیریم آنها باید در اختیار مدرسه ها، مسجد ها و خانقاه ها قرار داشتند و اساسا از یعنی از در زمان سامانیان از همه زمین ها یعنی چارچی ما نوبر کردیم اعداد گرفته میشد، بغیر از آنهایی که در دولت سرکرده حربی هستند یا مثلا آدمانی که شیخزاده خود را شیخزاده سیدزاده از اولاد محمد میگفتند در زمان سامانیان انداز نمیسپاریدند. 4 شکل زمینداری اساسا در زمان سامانیان. تشکر. مرحمت معلم. شما درباره تیموریان خیلی وقت گفتید. یک سوال دیگه دایر با تیموریان لیکن دقیق. خب اولوغ بیگ کدام روز ماه سال در کجا از جانب پسرش عبداللطیف به قتل رسانده می شود؟ اولوغبک سال 1449 اساسا از جانب عبداللطیف به قتل نمیرسد. اگر ما طبق کتاب تاریخ حل تاجیک صنف 8 را نظر کنیم در اونجا آمده است که سال 1449 به قتل میرسد. اکتبر. академ бобоҷон ғафуров дар китоби тоҷикони худ сабабҳои инқирози империяи искандарро чӣ гуна шарҳ додааст? اساسا سبب های انقراض امپرای اسکندر را استاد باباجان غفورов در کتابشان شرح میدن که بعد از زمانی که اسکندر مقدونی یعنی سال 323 در بابلیستان یعنی در بابل وفات نمود، اساسا همان لحظه سبب های انقراض یعنی امپرای اسکندر مقدونی سر شد و اساسا سبب انقراض اسکندر مقدونی این بود که در بین سرلشکران اسکندر مقدونی نیزه‌ها برخاست. حتی سال 300 یکی از سبب‌های برانخوری اسکندر مقدونی جنگ‌های بین خانوادگی در داخل خود امپریا به حساب می‌رود که سرلشکرانش بین خود جنگ می‌کردند و این سبب باعث برهم خوردن اسکندر امپرای اسکندر مقدونی شد که بعد برهم خوردن امپرای اسکندر مقدونی در آسیای میانه دولت‌های النیسی به مانند سلوکیان، یونان باختر تشکیل کرده شدند. اساساً سبب‌های برانخورش نزاع بین سرلشکران اسکندر مقدونی و خانواده او میباشد. من بابایوا منیره دانشجوی دانشگاه ملی فاکولته حقوق شناس کورسی سیوم هستم. سرازم چگونه یادگاری است؟ اساساً در حدود جمهوری تاجیکستان زیاده از 2000 یادگاری‌های تاریخی فرهنگی به قید گرفته شدند که موقع یکی از آنها بسیار مهم این سرازم باشد. سرازم این یادگاری تاریخی عهد انیولید و برنج بوده در پنجکند جایگیر کرده شده است و وی از جانب باستانشناس تاجیک عبدالله اسحاقوف سال 1976-1977 کشف کرده شده است. سرازم با عبارت دیگر شهر هنرمندان میگویند. سبب در آن است که در آنجا زیاده از 150 آلات‌های مهنتی یافته شدند از قبیل کارد، نیزه و مانند اینها. باز اینچنین در هنگام کشف نمودن خود همین سرازم عبدالله اسحاقوف و دیگر باستانشناسان در خود همین سرازم مجمع آتش دار دیدند. این مجمع آتش نیز مثلا گواهی از رسم و رسوم عهد سرازمیان باشد. عهدی برنج باشد. عهدی برنج. پنجین مزار سالگیش کی قطع کرده شد؟ در سال 2025 5500 سالگی سرازم باستانی جشن گرفته شده است. آرکیتکتورش یعنی بناهاش چگونه ساخته شده است؟ خودی همین سرازم از خشت خام ساخته شده است و در آنجا مثلا در خشت خام ساخته شده خودی همون حدود سرازم با بینابت گرفتن مثلا خشت خام آتش مجمع آتشی که گفته بودیم و این چنین از مثلا جایهای استقامتی نیز عبارت بود. معبد آفتاب دارد؟ معبد آفتاب در همون جا مجمع آتش انعکاس کرده شده است. در قسمتی همون در قسم مرکزی سرازم مجمع آتش گرفته شده است. خودی همین آتش در قسمت چندم است؟ در قسمتی شرقی؟ در قسمت شرقی. چندمش؟ ساحه باستانی رقم 11 قرار دارد معبد آفتاب.
خب تشکر مرحمت شما. شیوه خدای کدام دین است و در دوره کدام شاه کوشانی عکسی او در تنگه ها تصویر یافته است؟ شیوه خدای دینی بودایی می باشد و در خدای دینی هندویی یعنی بودایی بوده در دوره کوشانیان در عهد کنیشکای کبیر عکس وی در پس خود همون سکه ها مجموعه عکس یافته شده است و با مجموعه آتش. بسمچی ها کی ها بودن و آنها با مقابل کی می جنگیدن و با سروراشون کیا بودن؟ بله، بسمجیگری این حرکت ضد شوروی در سال 1918 تا سال 1926 اگر بگیم یک زینه آنها و با سرداری ابراهیم بیگ، اشورتوقسبا، دولتمنبی چونی سرداران بسمجیگری بودند که یکی از معرکه های ضربه‌زنی بر ضد بسمجیگریان این ضربه‌زنی معرکه های ضربه‌زنی بر ضد ابراهیم بیگ صورت گرفته بود و این چونی وی در همین مثلا شهر شکست می‌خورد بسمجیگریان و اینچنین در سالهای 1931 32 این حرکت بسمجیگریان دیده می شود. خود حرکت بسمجیگریان مقصد اساسی آن این مثلا یعنی ضد حرکت شوروی بودند اونها می‌خواستند که مثلا از سر نو به همون ساختار پیشینه خود برگردند از سبب آنی که مثلا ما می‌دونیم که یکی از مثلا نگاره‌های تاریخی ما در دوره شوروی بس و مثلا انکشاف یافتن وضعیت تاریخی ما در دوره شوروی بود، لیکن از جانب حکومت شوروی نیست بخصوص نسبت دین، آیین، مذهب ما با ناحرمتی ایجاد کرده میشد و مقصد اساسی بسمجیگریان هم همین بود، لیکن بعضی سرداران آنها این رو با منفعت خود استفاده می‌بردند. ابراهیم بیگ که با لقب مثلا لقب گالو مشهور می باشد در همین جا یعنی یکی از سردارانی حرکت بسمجیگری را سرداری میکند. سبب‌های از طرف روسیه ضرب شدن آسیا میانه در چی بود؟ سبب‌های از طرف حکومت پادشاهی روسیه ضرب شدن آسیای میانه یکچند سبب داره. این پیش از همه حکومت پادشاهی می‌خواست که با برای آبی مثلا برای آبی براید یعنی توسط ضبط بحر ارال و میتونست که با اقیانوس هند رود. دومی از سبباش این یعنی به مکان اشیاء خام تبدیل دادن آسیای مرکزی و اینچنین به بازار مال فروشان روس تبدیل دادن آسیای مرکزی سبب دیگرش این باشد، زیرا مال‌های روس دیگر در در بازار غرب موقع خودشان را گم کردن، رقابت ناپذیر بودن، بنابراین آنها را جای در کار بود که دیگر مثلا بارو محصولات خود را فروشند. دیگر از سبب‌ها این شکست در جنگ قریم است. دو سبب را در همین جنگ آورده شدند. سال 1853 1856 جنگ قریم می شود. در اینجا حکومت پادشاهی روسیه شکست می‌خورد. پیش از همه این برقرار نمودن آبرو. دوم وقتی که اگر مملکت‌های آسیای مرکزی را ضبط می‌کرد، یکی از مستملکه‌های بریتانیای کبیر این هندوستان بود. هنگامی که هندوستان را محاصره می‌گرفت می‌توانست که توان جنگی که در جنگ قریم بر ذمه حکومت پادشاهی گذاشته بودند آن را کمی هم باشد مثلا کم کند. محترم، سلطان‌های غور بر ضد کدام سلاله‌ی ترکان مبارزه بردند و چگونه دولت تشکیل کردند؟ بله، غوریان که با نام شیناسبانیان یا که شیناسبانیان در تاریخ مشهور است، از سال 1100 در همه شیناسبانیان مشهور باشد. آنها سال خود همه دولت غزنویان را سال 1151 غزنه را ضبط میکنند. و غزنویان یعنی مجبور میشن که به لاهور روند و در اینجا آنها را باز تعقیب کرده سال 1186 با آنجا نیز هجوم میکند. با همین پورا سلطه غزنویان را از بین میبرند. غوریان در غرب افغانستان در آخر عصر 12 اول عصر 13 با وجود آمدند. این دولتی تاجیکان باشند. غوریان اول پایتختشان فیروزکو و سپس بعد آن که سال 1151 غزنه را ضبط میکنند پایتختشان را غزنه اعتراف میکنند. یکی از پادشاهان آنها علاءالدین می باشد که با نام مثلا شهرسوزش بگیم اگر مثلا مشهور این باشد، سبب در آن بود که وی غزنه را آتش میزند. خودی همین شیناسبانیان سرسلاله آنها میگویند که شیناسبانیان دولت غوریان با همین حالت ها از سال 1147 تا سال 1215 ارزی وجود کرده است. ابن شورو تیمور لنگ از کدام دولت کدام سال اسیر گرفته به سمرقند می بیارد و ابن عربشو اثر می نویسد و نام اثرش چیست؟ تیمور لنگ اسیر می گیرد ابن عربشو را
اثر می نویسد یعنی عرب شو نمیدونم. تشکر. منیرخان سوال نوبتی. امارات بخارا کی تأسیس یافت و اولین امیرش کی بود؟ بله. امارات بخارا در دوره سلطه منقیطیه با عبارت بگیم از سال 1753 تا سال 1920 ارزی وجود کرده است. اولین امیر امارات بخارا شاه مراد بگیم خطا نمیکنیم، زیرا پیش از این ما خود آغاز میکنیم از محمد رحیم بی اتالیق از سال 1753 1758 بعد از سال 1758 تا سال 1758 بعدی امیر مثلا خودی محمد رحیم بی حاکم دانیالبی میشود. بعدی دانیالبی حاکمیت به دست خودی که میراده شاه مراد میرود. بعدی شاه مراد که پسری همین دانیالبی بود در همه با بسیارتر او را همچون امیر معصوم میگفتند، با عباره دیگر امیری بیگناه میگویند. سبب در چی بود؟ وقتی که پدرش وفات میکند دانیالبی سال 1785 وی با لباسهای مثلا کونه، با لباسهای مثلا خیلی فقیرانه و با مثلا و گرد کوچه ها گشته از خلق طلب میکند که تا پدر وی را با همه گناهایش ببخشند. در سال 1785 در شورش به عمل میآید که بر ضد همین دانیالبی و ظلم و ستم دانیالبی به وجود میآید. این از چه سبب بود؟ برای آنکه دانیالبی بسیاری از وقتی خود را در جنگ میگذرانید، بنابراین بسیاری از اندازها در همان دوره زیاد میشدند. شاه مراد از سال 1785 تا سال 1800 حکمرانی کرده است و با گفتیم معنای امیر امارت این یک پارچگی دولتی مسلمانی باشد. یعنی شاه مراد از همه حدود بخارا دست کشیده خود را حاکمی امیر یک پارچه دولت اعلان میکند. بعدی امیر شاه مراد امیر حیدر می نشیند. بعدی امیر حیدر امیر نصرالله می باشد. از سال 1826 تا سال 1860 امیر نصرالله در تاریخ با نام امیر قصاب مشهور می باشد. وی بسیار خودی همین منصب خوشبگی که بود بعدی امیر شخص دیم در امارت بخارا وی همان را برهم می دهد. خب این سرسلطه همین مثلا نصرالله را اگر گیریم، بعدی مثلا نصرالله مظفر در همین دوره مظفر آسیای مرکزی از طرف حکومت پادشاهی روس ضبط کرده می شود. آخرین نمایندهشان عالم خان وی 29 اوگوست سال 1920 از جانب عسکران سر محاصره گرفته در 2 سپتامبر سال 1920 امارت بخارا به جمهوری خلقی شوروی بخارا تأسیس داده می شود. در هیئت جمهوری خلقی شوروی بخارا تبدیل داده می شود. من سلیمان رفایستین دانشجوی کورس 3 فاکولته فلسفه دانشگاه ملی جمهوری معلوم. تاجیکستان باشم. سوال نخستین اوید به یادگاری کانگورتوت چی میدونید؟ یادگاری کانگورتوت این یادگاری زمان عصر برنجی می باشد که در حدود یعنی که تاجیکستان جنوبی جایگیر شده است و از این یادگاری یعنی که بازیافت که از حدود کانگورتوت یافته شده است، یعنی که باقی مانده این یادگاری ها نشان میدهد که در دوره قدیم یعنی که مردم در کانگورتوت سکونت داشتند و از قدیمه بودن یعنی که مردم تاجیک در این حدود شهادت میدهد. کانگورتوت اصلا اگر نظر کنیم به حدود یادگاری های بودی یعنی که 3 مدنیت است. در این مدنیت یک از اینها مدنیت هیسور به حدود مدنیت هیسور شامل می شود. به کدام عصر تعلق دارد؟ به کدام دوره تاریخی است کانگورتوت؟ کانگورتوت اصلا نظر کنیم به یادگاری هیسور که به زمان نیولی تعلق دارد و اون یعنی که ربط دارد، چون که اگر ما نظر کنیم جسد یادگاری است که یادگاری جایتون است، دیگر یادگاری کلتمنوری ها است و سومی باشد یادگاری مدنیت هیسور می باشد که طبق تقسیماتی که با وجود غفور در کتابش کرده است کانگورتوت به همین شامل کرده می شود. چگونه سربازان را در لشکر یعقوب فدایی نام بردند و وظیفه آنها از چی عبارت بود؟ در لشکر یعقوب این لیست باشد اختیاریان رو اونها رو فدایی یعنی که فدایی نام بردن و اینها باشد یعنی که عیاران که جون سپردگان میگفتن و عیار به معنای قلاب و راهزن هم میآید و اونها باشد در جنگ همیشه آماده بودند و چون که در خدی کتاب تاجیکان با وجود غفور آورده می شود قید کرده می شود که برای وقتی که خدی همین فداییان یعقوب که به میدان مبارزه رفتند در مقابل لشکری که از طرف خلیفه فرستاده شده بود با آنها گفت که جواب این شخصیتی یعنی که در روی زمین در خاک نشسته رو بدهید. این چگونه جنگاور است که با این گونه لباس با میدان آمده است و با ما می جنگد. وقتی که با میدان میبرد با اولین ضربه یعنی که سرباز یعقوب دشمن خود مقابل خود رو شکست میدهد و با اینکه ترس هر روز در میان دشمن با وهمه میارد. آنها اصلا برای اینکه
تا آخر آمده بودن برای یعقوب، برای یعنی که هدف والایی که یعقوب در دل داشتن که تشکیل کردن دولت جدای تاجیکان مبارزه برده است. درباره دانشگاه آیا فرهنگستان گوندی شاپور چی میدانید؟ درباره خدی فرهنگستان گوندی شاپور این در زمان شاپوری دو ساخته شده است و همچنین مرکزی پیش از اسلامی معروف میباشد. اصلا در اینجا یعنی که در ساحه طب یعنی که پیشروی نظررسی در اینجا دیده شده است. بعضی‌ها البته گوندی شاپور به زمان شاپوری هم نسبت میدهند، اما در کتاب چهار مؤلفه یعنی اگر ما نظر کنیم این مقصد این گوندی شاپور نسبت داده شده است به زمان شاپوری دو. چی میدونید درباره این دانشگاه؟ این دانشگاه یعنی که مرکزی پیش از اسلامی و همچون فرهنگستانی بود که در آن یعنی که معلومات‌های گوناگون مخصوصا در سایه طب جمع‌آوری کرده شده بود. ابوبکر نرشخی کیست و کدام اثر تاریخی باقی مانده است؟ ابوبکر نرشخی این تاریخ نویس زمان سامانیان میباشد و اثر او یعنی که تاریخ نرشخی و تاریخ بخارا میباشد که درباره دولتداری خود سامانیان بعضی اطراف بخارا و هوای گرد اطراف آن زمان حیات اقتصادی اجتماعی که در دوره سامانیان بود معلومات مفصل داده شده است. نمودهای کسب و هنر در دوره سامانیان شردید؟ در دوره سامانیان کسب هنرهای گوناگون موجود، مثلا خدی کاسبی، هنرمندی، کشاورزی دیگر نمودهای کسب هنر بودند که در آنها یعنی که شکل‌های گوناگون یعنی که تصویرها و نوشته‌جات‌ها بودند، مثلا با صاحبش او شود دیگر اونها یعنی که نوشته‌جات‌هایی که از این کسب و کار یعنی که درک می‌داد. معدن‌گذاری در زمان یعنی که کارکرد معدن هم دیده می‌شد و اینچنین در زمان سامانیان اینچنین پخت هم در وادی فرغانه سوخت استحصال کرده می‌شده است. اینچنین شیشه برای در زمان سامانیان دیده می‌شد که بهترین شیشه‌ها در حدود ناحیه‌های مرو برآورده می‌شد و کاغذی به خوش صفتی هم در زمان سامانیان برآورده میشد. اینچنین متاهای زندانجی ویدری که در زمان سامانیان خیلی معروف بودن و مخصوصا بازار بیت التراز که آنها داشتن در اینجا این بازارها فروخت یعنی این مالها فروخته میشدن و این متاها یعنی که خیلی هم یعنی که شهرت زیاد داشتن. مثلا یعنی که از نوشته های خودی تاریخ نگاران اگر ما نظر کنیم درباره این معلومات میدهند که یک متایی که از خودی همین متای ویدری که گرفته شده است از سمرقند میگه همین رو من طی چندین سالها با هم دیگر یعنی که در تن خود کردم و تمام اشرافان از این لباس از همین متا برای خود لباس آماده می‌کردند. درباره تیمور لنگ سه مورخ با یک نام کتاب نوشتند. این مورخان کی هستند و نام اثرشون چی است؟ این مورخان این اثر ظفرنامه میباشد. ظفرنامه شرفالدین علی یزدی است. ظفرنامه خدی ظفرنامه شرفالدین علی یزدی، ظفرنامه ابن عرب شاه. وایسیدین سوال نوبتی. از نگاه خرونولوژی شرح و اعضای هجوم عرب ها با آسیای میانه چند دوره چند مرحله رو در بر میگیرد؟ نمبر کنید. دوره هجوم عرب ها با خدی سرزمین خراسان ماورنر سه دوره رو در بر میگیرد. دوره یکم شروع می شود از زمانی یعنی که هجوم سال 653 با میمون سعودی که به بعضی معلومات 654 دادن تا 705 که زمانی غارتگری داشت، خصوصی غارتگری نداشت و از زمانی دیگه از زمانی قتیبه مسلم سال 705 سر می شود و تا سال نکی تا زمان حکمرانی اسد ابن عبدالله ادامه میکند و دوره سوم باشد. این زمان حکمرانی زمان حکم اسد ابن عبدالله است که به ختان که با اشغال کردن ختان آخرین نقطه آسیای مرکزی از جانب عرب زد کرده میشد و با همین به انجام میرسد. درست سه دور اما در داخل مرحله ها است. مرحله ها تقسیم دوره بندی می شود. دور یکم چندان دور رفتیم یکی در همین داخل مرحله ها قطعی تقسیم می شود. اینو رو مرد از نگاه خرونولوژی تقسیم بندی کنه. شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه نماید.